قصد نیتش همین بود که من قضاییش همین خونم اسپیت نکرد مردکی خوب اساسا برای همین ای دوره نه همین کارا که اصولا که یفتیم همین ترکه که فرض خدا فریضه من الله ترک میکنیم همین دوره را ترک نمیکنیم عبیزتی نباید همین دوره را بکنیم مقصد همون تقسیم میراث مرده فرض است حتما او باید کرده شود در بسیاری موارد میبینی خدایی میکنن ولی ترکه همون میت هم کرده از برای خدا از مالی او وقت میکنی مالی مشوعی درست نمیشه و خودش هم حرامه این هم چیزی مهم جدیه ایراد سخت نمیگیرن بچه همی ترکه را دوره را کردین یا نکردین همی را به حد جدی سخت میقبید بسیاری جوان حضران در بابت همین ترکه گپ میزنیم همین قمیدم که تقسیمات شود خیلی باید بخشش میشه یا چی میشه میگه پیش تقسیمات میبخشیم درمان بخشیم که پدرمان بخشیم مایلش ببخشم مثلا که تقسیم بر از بور نمیشه شک میشه یک زمانی بود که مردم کم بغل بودن واقعا کم بغل بودن همین ای پدر یک کلبه بود یا هم یگون سرخ نجینه یا چی داشتن همین مردم به چروی چی نداشتن خیلی گفتن همون دوداری خوردیم و همین حال فصل میشید میره ولی اقتصادی بازرگانی شده است مردم سومدار شدگیان دنیادار شدگیان هست آدمایی که چند سال شد که توهازی را به افاقه نمومدن رزوار و جنجال بین اکو و درو توهازی را دفته اگر به شرط همین طریقه شرعی نشود همین کارو اگر واقعا اگر عملی نکنیم در آینده فتنه زیاد می شود همین دوستی و رفاقت خویش تباری و صله رحم همه بریده می شود همین بسیار چیزی جدی است همین خاصتا همین دنباله ها باید همین را جدی بگیره بچه ها علم فرایض چیزی اول نیست شرکت اگر تو معین نکنم چی میباشه هست متاسفانه هستن ملوهایی که میدونن که اونم ترکه نشیده است ایمول همون مایی خراب کردن اینا مردم اونو تاند میروان کتا میخرن میپیشونن میخیزن میروان و پگه در پیش خدا پرسیده میشه مال مشاع چیزی را که طریقه نکردین تو حق مردم چخل میخری هیچ حق نداره که حق یک کسی را بیاره خیر احسان کنه مثلا جدیه نصب یتیم میشه بله خدای نکرده و اگر یگون یتیم باشه آتش جهنم میخری حضرت نامی پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شدگی روز تولد پیامبر زنده اساس داره که مثلا میگن در همون روز روزه بگیریم در صحیح مسلم یک روایت های حضرت سوال کردن که برای چه روزی دوشنبه روزه میگیری گفت فیه ولدت و فیه انزل علی در همین روز من تولد شدم در همین روز قرآن بر من نازل شده است اما این برای جشن تولدش نه حضرت برای شکرگزاری نعمت الله روزه میگرفته است روز دوشنبه هم یکی از علتش هم یکی حضرت صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه تولد شده بود این هم اگر در روزهای دوشنبه ما و شما را روزه بگیریم سنت پیغمبر نور علی نور همون نیت موی نمیشه که این روز بیوجده نیازم خسته نیت همی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین روز روزه گرفته بود نه همون مقصد که همه ای سال با سال همون روز تولد پیغمبر چیسلقتی 12 ربیع الاول نه این روز دوشنبه و پنجشنبه نه همه آن 12 نه یک بیشتر اصل بیشتر مونه بود دیگه همشم تریشید از اگه این 12 هم که میگه تقدیرا نه این 100% نیست اصلا بلوغت مرد صورت های واقعی داره بعد همون مرد باید بالی حکم کنه یکمش وقتی جمال احترامی بشه شیطان فریبش میکنه احترامی کشید همین نشونه بلوغ شد اگه از بس که همین بیشتری وقت همین بچه ها در 12 سالگی احترامی میشه ای 12 سالگی پیش همون آبی منی در بدنشون نیسته همین خاطر میگن که مینیموم حدی اقلی به بلاغت رسیدن 12 سالگی هست نگه همین دیاری خود مونده کاری خدای 12 سالگی در خیلی
پهلوانی در کو که به بلوغت برسد عادتا سینای 14 به بلوغت میرسند در خدمت. خب نشونه دیگه‌اش اگر به شرطی که زنش داده باشند زنش حامله شود معلوم میشه که آبی منی داشته است اگر کمتری شود و نشونه سومش وقتی 15 را بود کرد اگر به شرط احترامی نشید زنش حامله نشید جوان 15 را که بود کرد به حکم بلوغتش میتن در شریعت فقط سالشماری به سالشماری قمری های مقصد شمسی نیست های در هر 33 سالش یک سال مگرم قش کنی این در این 15 سال مگرم نیم ماه قش کنی چی 6 ماه قش کنی ده این خیلی های دختر نشانه اولی به بلوغت رسیدنش حیض دیدن های دختر وقتی حیض دید حکم شده که این بالغ شدگی نشانه دومش احترامی شدن یعنی من خوب میبینم مثلا شیطان فریبش میکنم نشانه سوم اگر به شرط دختر شوهر داشته باشه حامله شود اگر همین سه صورت واقع نشید 15 را که بود کدرنگ همون پسر باشه وری بعد در شریعت حکم به بلوغت میکنه برای چی دختر را نه گفتن برای که امکان داره که دختر در 9 سالگی به بلوغت برسه همین چخیلی که مادر ما بی عایشه رضی الله تعالی عنها در 9 سالگی به بلوغت رسید نه که ملک به ملک داره بعضی ملک‌های از گرم سیرای بعضی جایی از سرد سیرای بعضی جایی از سوبتروپیکای بعضی جایی از که مثلا اقلیمش فرق میکنه بعد وابسته به همون سوسیال پلاژین هم دخترای دختری قصاب البته تستر به بلوغت میرسه نسبت یا دختری دیخون ولی گوشت میزنه دویم همین خاطر اساس همیان برای چی 9 سالگی گفتن امکان داره که این 9 سالگی مقصد برسه اگر دختر ولی 9 ساله نباشه پدر و مادرش دعوا کنن که همین دختری به بلوغت رسیده است کفش هیچ قبول نمیکنه اما الان 9 ساله باشه و پدر و مادر دعوا کنن که رسیده است گپی او را تصدیق کرده میشه اما اگر به سه نشانه نباشه که 15 را بود کرد با شرعا میگن که همین بالغ شدگی بلوغت شد قبل قیامت قبل موما از پیغمبر روایت میکنه که رسول خدا گفت که حشر کرده میشود گروه علما و گروه زاهدان البته که زاهدا آدمای پرهیزگار و تقوا دویم و ذکر دویم و طهارت و عمل صالح خب اینا محشور میشوند و گروه علما محشور میشوند پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که برای زاهدا گفته میشود که داخل جنت شد یعنی اولا وقتی که گروه علما و گروه زاهدا هستند امر میشود برای زاهدا که شما داخل جنت شد هر کدامش غیر از داخل جنت میشه و یقال للعالم قف حتی تشفع للناس برای علما گفته میشه که شما اولی بیستید زاهدا برا همش داخل جنت میشه اما برای علما گفته میشه که شما اولی بیستید حتی تشفع للناس حتی که بنده های گناهگار پروردگار شما شفاعت کنید این شفاعت حق است پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بهرور بیان میکنه الشفاعت لاهل الکبائر من امتی شفاعت برای اهل کبائر از امتم هیچی از حق است شفاعت پیامبران من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه البته که اذن پروردگار می شود و اذن پروردگار شفاعت می شود حق شفاعت عظما فقط یک نفر خدا نصیب کرده است که این است که از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر مهربان حق شفاعت عظما نصیب هم است خلاص تمام دیگر است حق بعدی دیگر انبیا هستند صالحا هستند صدیقین هستند شهدا هستند همه عالم با تقوای دلسوزی که برای دین برای شریعت همه وقت هر حرکت است محنت میکند این از همون جبرا هست که این هم چی هست که تو میگه 70 نفری که مستحق دوزخ هستند خداوند هم که قوتش میده که شفاعت میکنه پس اگه مرتبه عالم زاهد و همون
درجه هست که خودی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون در حدیثی که هر بار بیان کردن همه اهل اصحاب فرمودن فضل العالم علی عابد که فضلی علی ادناکم، فضیلت من، فضیلت عالم بر فضیلت عابد مثل فضیلت من بر کمترین شماست. که کمترین صحابه بعضی از بزرگ گفتن کمی وحشی است، همین کسی که حضرت امیران داره کشته که ریزه کرده، پس اون که مسلمان شد مرتبه صحابه را یو از همه در کمترین هم را میگن که وحشی کجا و این پیامبر صلی الله علیه وسلم کجا، از زمین تا آسمان فرق داره، اینقدر فرق داره. فضیلت عالم و فضیلت ظاهر همینقدر فضیلت درجه و مرتبه داره. مثلا از این گفته ها که خوندون خداوند گذشتگیشون رو رحمت و مغفرت کنه، خداوند اهل خوندون در حفظ این وش نگهبان باشه که دعوتی که کردن مثلا اهل علم خصوص حضرت دانلو که از این چی هست که یک صحبت شبه یک میلور یک لحظه یک ساعت یا 2 ساعتی که نشستی که در این یاد خدا و یاد پیغمبر رو از حلال و حرام و درست و نادرست یاد زدن، بهترین لحظه امر ما و شما هست و بهترین صدقات هم همین هست. یه اکثر صدقات یا مرده است یا توی است یا یکان بهانه یک چیزی هست. یکی همین صدقاتی باشه که خاص به خاطر خدا باشه به یکان بهانه، مخصوص همین چیزی است که به خاطر الله هست. مخصوص به خاطر الله صدقات، مخصوص به خاطر الله اهل علم دعوت کردن و یک چیز از دین از شریعت گفتن و فرمودن خیلی این چیز یک سعادتی بزرگ است که هر کس خداوند دیگر نصیب نمیکنه. خداوند از این گفته‌هایی که الحال گفته شد عمل کردن برن ما و شما نصیب بودی و خداوند که خاندان و پرفیض با برکات بگردان اهل خاندان. هر میل 1 کیلومتر 848 متر، یک فرسخش 5 کیلومتر و 544 متر میشه و این 16 فرسخ 88 کیلومتر و 704 متر مسیره سفر همین قرار. ایمو همین اولیا احسن الفتوح وای 5 قول ورلگی ای بعد میگه قول صحش 77 کیلومتر و 248 متر. این همین قوله که همین محمود الفتوحی زاهدان هم همین را انتخاب کرده است. اما اگر به شرطی که همین با قول جمهور عمل کنیم خیال میکنم که بهتر خوبتر ای 77 248 ایحد کم ای او یا 120 ایحد زیاد همین انشالله همین این دینی وسط ای خودش خیر الامور اوسطها. انا اگر به شرطی همین 88 کیلومتر 704 متر بگیریم انشالله خیال میکنم که همین به حقیقت نزدیکتر و بهتر ای. بله همین میلیه که ولی ماشینای امریکایی که قطعی میلیه می نویسن که اون میلیه را اسلام گرفته گیان این یک میلش انا چیزی که معتبرتر 1 کیلومتر 848 متر. این نمیدونه ولی این امریکانسو چندش میگیرن یا میلش شم باشه یا 800 اینا منطقه چیزی هست همین نزدیکه. میگی در اسلام اما هست کتابای اصطلاح الفقها همین ترمینولوژی های فقیه ها را ایالا شرح بدن. اما قول راجح میگن 1 میل 1 کیلومتر 848 متر. اون فرسخ 3 میل میشه. 3 میلش 5 کیلومتر 544 متر میشه. در هر 4 مذهب هم همین حضرت همین 80 بالا همیشه گیته یا که اون مذهباش با نه همین مذهب ما دایتری نیست حضرت. مذهب ما میگن که 5 قول ای 72 کیلومتر تو یا 120 کیلومتر گرفته مذهب ما از بس که همین اختلافات زیادتر انا همین خاطر هم اگر میگن که قول جمهور خطی عمل کنیم که 88 کیلومتر 704 متر انشاءالله به حقیقت نزدیک چرا بهتر و خوبتر او برای که میشسده برای اون که اون بدن در کار بتر تمام اعضای بدن در باید آیسته حرکت کنه و خیلی کار داره
هضم شود. اما در وین به واسطه برای میگیم اگر همین ویتامین هم که باشه دمیش سوکول کردن نمیشه. اما اگر به شرطی که آنتیبیوتیک هم که باشه در وین نبکنن میشه. خدا رحمتش کنه ایشون автоматически خودش علاقه پرا میشه. نه که همین رفتی رسیدی و قصد نیتت ای 15 روز کمه نماز قصره. حتی ممکن در بین بعضی کروی بغلطه و مونی حالت میشه این هفته میرم هفته دیگه میرم چند ماه میگذرم. اگر همین نیتت همین 15 پر نباشه یکون بار هر بارم یه هفته پس میرم اگر یه سالم که بیستی نماز تا قصره همین رسیدی و ای هم وقت نیت اعتبار میشه. اما کنه در روز قصر خونده نیتش باید 15 از یوشی گفت پرا میخونه خونده یوش درست. بله بعدی هم اگر ای 15 از یوشی میتونه که 6 روز دیگه میشه باید 10 روز همین میشون این نفرض کرده قصدش 10 روز استوده هم باید یک هفته نماز قصر خون که یکی گفتنش که نه جوره میشتی 15 روز دیگه میشتی غیر این 7 روز همونجا اتوماتیک که نمازش پرا میشه. نه که بگن که 8-9 روز دیگه میشتی یا 10 روز دیگه میشتی قصر شده اون دودن میگیره. اگر چنده یه هفته علاقه همینجا با قصر میخواد از همون وقتی نیت اعتبار بوده تیمم قطعی چند روز بعدا میای وضو میگیریم همه این نماز رو قضایی میخونیم. این حتی در محبس اجازات ندادن که برای طهارت کنیم تیمم قطعی خونده اشتیم این یک هفته خوندیم بعدا امکان پیدا شده او پیدا شد همه این نماز رو باید سرنا قضایی شده بحثر ساقی نمیشه. بله اگر مانع طبیعی باشه یعنی مانع انسان نباشه در اون صورت همون خوندگی به اون تیمم 100% درسته 800 دیگه را میگه بولو شو قصر شو بله نماز تیمم قطعی میتونه شنوانه بله تو همون چیزی که طهارت هم میشکنه همون تیمم هم میشکنه فقط با همین قوت پیدا کردن به او همه حالت تیمم شوخی و هر نماز میکنه خیلی روسی برو نمیدونم حرام های همه رو باید اسقاط کنن دیگر رو از استفاده اسقاط حرام بکنن یعنی که همون مبلغ همه براره بود با نیت خیر احسانه نیت خیر احسان کنن گناهگار میشه همون مبلغ همه براره بود بهترش که همون خیرتا باید نفهمن نیتش همون حرام از مالم دور کردن به همین نیت این همیشه یکون جو رحم میکنن او میگذرونن میکنن همین حتی در مسجدم اکثر همین فتوا دادن که اگر به شرط حجت خونه مسجد میکرده باشن طهارت خونه میکرده باشن همینجا او البته اینه که اگر نیتش خیر باشه گناهگار میشه بهتره که همین کارا پوشیده کنن نفهمن که کرده چون نیتش همین اسقاطی حرام باید باشه این همین قرار چیزی حرام هیلو نمیشه یا کسی قرض تا بعد پولی رو بده برده تشو بده سر برای بگیرش در کلیسان یک روز مسلمان میشه ایمان اون داشته است این کاش بدیم داره مسلمان میشه و من ملو رو میگیرم ملو میشه کلمه شهادت هم بگو میگم کلمه شهادت هم میگم با هم یک چوب میگیره این ملو بعد میزنه در کتفی راستش بل ایوان در کتفی چپش میزنه ستال قربان 3 بار همین پروسیدور رو میکنه میگه все теперь ты قربان تی مسلمانی الحمدلله میره ای باید چند مدت میگذره اوضاع میشه و این قشلوب چخیده یا خیلی قشلوب کورا کاری کرده نشه میگه این خونه سوخته قرمون بعضا هم گروز شکر بکنم یارم میخواه خوبی گروز ای خوبی وحشی بعد یا شام دمیان منو را میگن که حضرت نمیاد فقیری تو وقتی خونه سوخته خیلی مسلمان های خوب میخوره بعد خیلی چند نفر میوین به پویانش ای تریزه که در همین بین خونه همون خوبی گروز همون دسته همون چوبه که ملوک در دستش گرفته کرده بود که او پروسیدورش همون را گرفته است اسم میزنه بل کبان اسم میزنه ستال بران
با همین برند گفتن کباب برند میشه. این حیله‌های شرعی همون فایده و منفعت نداره. در معاملات اگر باشه معاملات دا حیله مقصد هست برای دور کردن مثلا نمی مشکلی ها. اما مثل که ایوب علیه السلام قسم یاد کرده بود که 100 ضربه میزنم بعد مقصد که از جانب پروردگار همون امر شد که هم یک سنبله را ببند 100 دانه گندم مقصد بند یک بار ببند به همین سقید میشه. این همین طریق حالتو دا میشه. یا که در شریعت یک حکمی هست شفعه میگن حقی همسویگی. این هم یک همسویه بدبختی نوکس داری میگوی جان مایمی خلاص شوه که همون خونه را فروخته استی. اگر همون همسویه را خبر نکنی که ایجولا ما همین خونه را میفروشم خریدار باشی بیا بخر خدمت اگر فروختی همسویه حق داره که برای در پیش خوزی دعوا کنه در محکمه تجارتی کردگیت را رسترگرد میکنه و خودش خونه را میگیره با هم مبلغ. در صورتی که تا همون گریخته سیوخی نمیخواه همون کسافت بخرش. با این حالتو در حیله های چکار میکنن؟ این هم مثال 10 سوتیق زمین های خطی همون خرنده هم خیلی دگوار میکنه گی این هم یک سوتیقش مثلا 100,000 رو 9 سوتیق دیگه شا پدرکت کرده. اما همسویه دعوگر که جنجال کرد پیش خوزی که برداشت من میگه که من هم یک سوتیق 100,000 فروخته گیم اگر هم یک سوتیق هم خره این مرحمت بفروشم باشه ایشا هدیه کرده گیم. این طریق حیله هایده این طریق حالتو دا میشنوه نه که در عبادات حیله یکم فایده نداره دردی سره یک سیبیه. بعد یک آدمایی که مالشو به حساب زکات میرسیده است برای که زکات نتم این اگر ماه آینده مثلا در ماه شعبان یا رمضان باید زکات بتکن این خونه سوخته میگیرید از هدیه میکرده اصلا پوشده یک هست اون خیشیشته با همین مثلا رمضان گذشته ماه شوال شید و اون مرده با اون پولا این هدیه میکرده آخه روح درگور خدای تعالی اون مال و نعمت داد دستت کی را فرید میکنی با این حیلت همین موردی نظر ایتا کیه آقای زکات خدا فرض گردونده است پروردگار را فرید کرده میشه نعوذ بالله. خیلی مردمی بی عقل اینده پشتی طریق حیله گشتن در کار بزده هیچ معنی را نشده. دوره میکنن دوره در همین بعض کتابه اومده است حتی با این کتابه که اینه اخیرا چوب شده یک کتابی هست به احسن المقصود فی توحید المعبود سید زوده همون هم اوورده است انا فیدیه میگه اسقاط حق های اسقاط حق دوره میکنه دو خدمه اگر باشد یا برای خویده نه انشاءالله از خدا امید است. اینا مثلا یک شخصی چند روز نماز شد یا چند روز روزه شد خورد است خضایش نداشت این فرضی اگر به شرطی که واقعا همون فدیه ایسا و مسلات بتن اگر حقیقتا بتن امید است که خدای بزرگ قبولش کنه نه که اوخی حیلوی ما میکنیم معنی نداره. 70 دور چرخ بزنونیم مرده که 70 دوره میکنیم هر یک دوره ایش 1 سال فدیه سو مسلوط چه در بر میگیره من میگینن هم کمبغل یکون 20 سومه 50 سومیتن بهتری نمیشه در صورت قبول های که اینا مثلا فدیه سو مسلوط 1 ساله روشته بگرد در بوله هم طبق مبلغ یعنی هم فدیه سو مسلوط 1 ساله باشه تخمین 3.5 تن گندم های فدیه سو مسلوط 1 ساله این های پولی 3.5 تن گندم در بوله طبق باشه مثلا میگه که من همین اشیای به شما را به شما بخشیدم اون که قبول کرده در کیسه زد کشترش نگیری او تو بخشیدش کو مال اوشی او میتونه در کیسهش بذاره دیگه نشانت نده قولشا میکنه مال یک بچه 50 دوری دیگهش مونده تو چکون میگی ما هم خدا رو همه از کنه دوم محمدی علیه رحمه را همین گفت من خودم شنیدم در پیش رحمتی مفتی پیشیدم دیگه عقلا خیلی اخیران شایی کو اینا خلاص شید نام پولی سیولی میتون گندم همون فقیر همون اینا 60 دور کردن خیلی همون شما بخشش که نه اینکه جو هم 50 سومش میتن میتن و همین بو میتن در سکشون میزنن این فایده نداره. و فدیه سلام سلام دیگه چیزا بفهمه که اون نماز وقتی
قصداً ترکش نمیکنی پس خدا میگه در امر سرش سر در سجده الهی نگذاشته است او خود دیگه چی فدیه میشه با اونا اگر این مول و متاع دنیا را امر کی بودی برای او دیگه فدیه نمیشه مسلمان ممکن بعضی نمازها را فوت کرده است بعضیش فراموش شده است قصد نیتش همین بود که من قضاییش همین خونم اسپیت نکرد مردکی خوب اساساً برای همین ای دوره نه همین کارا که اصولا که یفتیم همین ترکه‌ای که فرض خدا فریضه من الله ترک میکنیم همین دوره را ترک نمیکنیم عبیزت نباید همین دوره را بکنیم مقصد همون تقسیم میراث مرده فرض است حتما او باید کرده شود در بسیاری موارد میبینی خدایی میکنن ولی ترکه همون میت هم کرده از برای خدا از مالی او وقت میکنی مالی مشروعی درست نمیشه و خودانش هم حرام یه نمی چیزی مهم جدیه ای را سخت نمیگیرن بچه همین ترکه را دوره را کردین یا نکردین همین را به حد جدی سخت میکپید بسیاری جوان حضران در بابت این ترکه گپ میزنیم هم میگم که تقسیمات شود خلق بخشش میشه یا چی میشه میگم پیش تقسیمات میبخشیم در ما بخشیم که در پدر ما بخشیم مایلش ببخشن مثلا که تقسیم بر از بور نمیشه خاطر شک میشه یک زمانی بود که مردم کم بغل بودن واقعا کم بغل بودن همین ای پدر یک کلبه بود یا هم یگون سرخ نجینه یا خی چی داشتن همین مردم بیچاره‌ای چی نداشتن خیلی گفتن همون دودر خوردی ما و همین حال فصل میشید میرفت ولی اقتصادی بازرگانی شده است مردم سومدار شدگیان دنیادار شدگیان هست آدمایی که چند سال شد که توها زیرا به افاقه نمومدن رزوار و جنجال بین اکل و درود توها زیرا داخلیست